به روی چشم قربانش. یکی از عادات و رسوم مسلمانان کلیمیان و همچنین مسیحیان این است که کفش‌ها رو در بیارید قبل از اینکه وارد بشید. بسیار زیبا، بسیار زیبا. دومین زیارتگاه برای قوم یهود است بعد از بیت المقدس به نام استر و مردخای. این هم ژنریشن و یا همون شجره و نسب نامه استر و مردخای هست به زبان عبری. از راست به چپ با 15 تا واسطه نسب میرسه به حضرت یعقوب نبی علیه السلام. قدمت بنا 2500 سال هست تا زیر گنبد دست نخورده بهش. گنبد بالا رو در زمان ارغنشاه مغول براش میذارن 700 سال پیش تا امروز دیگه بازسازی نشده. مقبره مردخای و این استر عمو برادرزاده. این صندوق ها را هم 200 سال پیش یک هنرمند توی سرکانی براشون میسازه از چوب آبنوس. پارچه ها جنبه تبرک و نزولات داره. این هم 10 فرمان خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام. حضورتون عرضه بدارم که اینها توسط کوروش کبیر آزاد میشن از شهر بابل و عراق امروز در 2000 خورده سال پیش. عرض کردم که اسم اصلیش حدثه بوده ولی بعدا به علت زیبایی بی‌نهایت زیاد و لقب استعارش میدم. مورد توجه و عشق شدید خشایارشا قرار میگیره. در اون موقع هم در دربار خشایارشا توطئه‌ای توسط هامان نخست وزیر خشایارشا بر علیه قوم یهود شکل میگرفت که مردخای متوجه میشه استر را وادار میکنه وارد دربار خشایارشا بشه و اون توطئه را خنثی بکنه. همین کار رو میکنه و اون جشن معروف پوری رو از شما تشکر کنیم برای مهری که دادید و برای اون زنده باشید. احساسی که نسبت به پرتیشاتتون دارید و نسبت به دین یهود و قربانش تمام عزیزانی که دور از وطن هستن همه‌شون سلامت باشن انشالله. برای بقیه عزیزانی که امیدوارم هرچه زودتر بتونن بیان و اونجا رو زیارت بکنم برای خودشون.